امروز قراره بریم با هم ببینیم بهترین لواشک‌های دنیا چجوری توی کارخونه تولید میشن. پشت همین لواشک به ظاهر ساده یه دنیا جزئیات وجود داره. کارخونه هایی با خط تولید پیشرفته، متخصصایی که ترکیب میوه ها رو دقیق میسنجن، دستگاه هایی که میپزن، خشک میکنن، تم میزنن، بسته بندی میکنن. همه چی حساب شده، دقیق و استاندارده. اولین مرحله‌ای که هر کارخونه برای تولید محصولش نیاز داره مواد اولیه هستش. مواد اولیه لواشک میوه هستش. پس همه چیز از یه باغ شروع میشه، جایی که آلو، زغالخته، انار، آلوچه یا حتی کیوی با دقت برداشت میشن. اما نه هر میوه‌ای، فقط اونایی که به حد کافی رسیدن، آبدار هستن و سالمن. توی کارخونه هایی که بهترین لواشک های دنیا تولید میشن، این میوه ها اول توی وانهای شستشو با آب تمیز و سیستمای بابلری غلط میزنن تا خاک و برگ و مواد اضافی از بین برن. بعد وارد مرحله سورتینگ اتوماتیک میشن. یه ردیف حسگرهای نوری میوه هایی که لکه‌دار یا خراب هستن رو شناسایی و حذف میکنن. حالا میوه های سالم و تمیز وارد دستگاه های هسته‌گیر و پالپ گیر میشن. هسته ها پوست های ضخیم یا دونه های درشت از خمیر میوه جدا میشن تا یه پالپ یک دست و نرم حاصل بشه، همون چیزی که قرار پایه لواشکمون رو بسازه. تو بعضی برندهای معتبر این مرحله حتی با افزودن ترکیب چند میوه خاص انجام میشه تا طعمی منحصر به فرد ساخته بشه، مثلا ترکیب آلو و زرشک یا انار و کیوی. اینجاست که لواشک فقط یه خوراک ساده نیست، یه محصول طراحی شده است با فرمول دقیق و طعمی حساب شده. وقتی پالپ میوه آماده میشه، تازه اصل ماجرا شروع میشه. پالپ وارد دیگ‌های مخصوصی میشه که با دمای کنترل شده گرم میشن. این دیگ‌ها معمولاً از استیل ضد زنگ ساخته شدن. با سیستمای همزن داخلی کار میکنن تا مواد نسوزن و بافت یه نواختی به دست بیاد. تو این مرحله بسته به نوع لواشک، دقت کنید دارم میگم بسته به نوع لواشک، چند ماده دیگه هم به مخلوط اضافه میشن، مثلا کمی نمک برای طعمدار شدن یا پکتین طبیعی برای قوام بیشتر. برندهایی که کیفیت بالایی دارن از هیچ رنگ مصنوعی یا نگهدارنده شیمیایی استفاده نمی کنن و تمام طعمدهی فقط از میوه ها هستش. وقتی حرارت به نقطه مناسب میرسه، آب اضافه میوه ها تبخیر میشه و پالپ کم کم غلیظ میشه. حالا خمیر غلیظ و چسبناک لواشک به دست اومده، جوری که اگه یه قاشق ازش برداری به سختی ازش جدا میشه و بوی میوه پخته شده توی فضا میپیچه. بعد از اون خمیر داغ و یک دست با فشار وارد خطوط مخصوص پهن کردن میشن. اینجا یه نوار نقالی عریض هست که مثل یه زمین بزرگ صافه و دستگاه با دقت یه لایه نازک و یه دست از خمیر لواشک رو روش پهن میکنن. ضخامت این لایه خیلی مهمه، نه اونقدر نازک که خشک و بیمزه بشه، نه اونقدر ضخیم که نرم و خمیری بمونه. همه چی باید دقیق باشه. حالا وقتشه بریم سراغ خشک کردن. وقتی لایه های خمیر لواشک روی نوار مخصوص پهن شدن، نوبت به مرحله میرسه که سرنوشت طعم و بافت لواشک تعیین میشه. تو گذشته خشک کردن لواشک زیر نور خورشید انجام میشد، اما تو کارخونه های مدرن همه چی تحت کنترل دقیق هستش. لایه های لواشک وارد تونل های گرمایی میشن که با جریان هوای گرم و خشک‌کنای حرارتی رطوبت اضافی رو کم کم از بین میبرن. دمای این تونلا نه اونقدر بالاست که میوه ها بسوزن، نه اونقدر پایینی که روند طول بکشه. همه چیز حساب شده است، دما، سرعت نوار نقاله و میزان رطوبت خروجی. بعد از خشک شدن لایه های لواشک به مرور خنک میشن تا بافتشون فرم بگیره و آماده برش خوردن بشن. این لایه ها حالا دیگه بوی میوه پخته میدن، طعم غلیظ و ترش و بافتی انعطاف پذیر دارن.
میذارن، همون چیزی که از یه لواشک خوشمزه انتظار داریم. توی مرحله بعد نوبت برشا هستش. دستگاه‌های اتوماتیک با سرعت بالا لواشک‌ها رو به شکل مختلف در میارن. نواری، مربعی، رولی یا حتی مدل‌های خاص‌تر برای بسته‌بندی‌های فانتزی. بعضی برندها تو همین مرحله پودر آلو یا نمک و ادویه مخصوص به لایه‌ها اضافه میکنن تا لواشک طعم بیشتری بگیره. تو کارخونه‌های پیشرفته‌تر حتی ترکیبای دو رنگ یا دو طعمه هم ساخته میشن. مثلا یه لایه زغالخته با یه لایه آلوچه. حالا لواشک کاملا شکل گرفته و آماده رفتن به مرحله نهایی هستش. یکی از جذابترین مراحل بسته‌بندی هستش. دستگاه‌های تمام اتوماتیک لواشک‌ها رو با سرعت بالا تو بسته‌های تک نفره، خانوادگی یا فانتزی قرار میدن. جنس بسته‌بندی‌ها معمولاً از فیلم‌های پلاستیکی چند لایه است که هم لواشک رو در برابر رطوبت و هوا محافظت میکنه، هم اطلاعات محصول روش چاپ شده مثل ترکیبات، تاریخ انقضا، وزن، برند و کد رهگیری. اما قبل از اینکه بسته‌ای به بیرون از کارخونه بره باید از یه مرحله مهم رد بشه: کنترل کیفیت. کارشناسای کنترل کیفیت به صورت تصادفی چندین بسته رو باز میکنن و همه چیز رو بررسی میکنن: بو، طعم، بافت، ضخامت، لایه‌ها، رنگ و حتی سلامت بسته‌بندی. تو کارخونه‌های حرفه‌ای از دستگاه‌های تشخیص فلز و آلودگی هم استفاده میشه تا هیچ چیز از چشم پنهون نمونه. اگه محصولی ایراد داشته باشه کل دسته برمیگرده و دوباره بررسی میشه. تو برندهایی که صادراتی هستن بسته‌ها در نهایت وارد جعبه‌های بزرگ میشن، روی پالت قرار میگیرن، شرینک میشن و برای ارسال آماده میشن. لواشک‌هایی که توی این کارخونه‌ها ساخته میشن راهی کشورهایی مثل آلمان، کانادا، امارات، روسیه، ترکیه و استرالیا میشن، جایی که مردم عاشق طعم ترش و متفاوت لواشک شرقی هستن و اینجاست که یه خوراکی ساده خونگی به یه محصول جهانی تبدیل میشه. تاریخچه خود لواشک برمیگرده به ایران که خود مردم برای اینکه میوه هاشون دیرتر خراب بشه اون میوه ها رو به شکل لواشک بیرون می آوردن و اینطوری میشه که لواشک بین مردم محبوب میشه و محبوبیت زیادی پیدا میکنه. جمع‌بندی این ویدیو این هستش که بهترین لواشک های دنیا اولین مرحله‌ای که طی میکنن کیفیت میوه هاشون بسیار مهمه. کارخانه های حرفه‌ای فقط از میوه های رسیده تازه و بدون افزودنی های شیمیایی استفاده میکنن. دوم، دقت تو فرایندشون بسیار زیاده، از شستشو و پخت گرفته تا برش و بسته‌بندی همه چی با نظارت متخصصه انجام میشه. یکی از مهمترین علل‌هایی که این شرکت‌ها بهترین محصولات رو تولید میکنن اینی که نوآوری تو طعم و طراحی خودشون دارن. برندهای موفق مدام در حال آزمون و خطا هستن. ترکیب میوه‌های جدید، بسته‌بندی‌های خلاقانه، حتی لواشک‌هایی با دو طعم یا دو رنگ، همه برای اینه که محصولشون تو ذهن مخاطب خاص و متفاوت باشه و در نهایت اعتماد مصرف کننده رو جلب میکنن. این هستش که شرکت‌ها بهترین لواشک‌های دنیا رو میتونن تولید بکنن. حالا این بود از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. ساعت 4 صبح هستش، داریم این ویدیو رو براتون ضبط میکنیم، ادامه ضبطش هستش و امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار هممون باشه.